صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی ایوب پیامبر، اقتباس از کتاب تورات مقدس. برادران و خواهران ایماندار و حقجویان گرامی و طالبان خدا، درود بر شما. امیدوارم که در پرتو عنایات و رحمت خدا یکتا روزهای خوشی رو داشته و ترس خداوند در قلب‌های همه ما جا داشته باشد. زیرا اگر ترس خدا در قلبمون باشه، از گناه بازداشته شده و در طریق خداوند زندگی خواهیم کرد. در ادامه مطالعه کلام خدا توجه خود را به زندگی یکی از استثنایی ترین شخصیت عالم انسانی ما، یعنی حضرت ایوب مبذول می‌داریم و از این راه مرد خدا و این شخصیت بزرگوار و شایسته احترام طریق خداپرستی و خدا ترسی را می‌آموزیم. در فصل اول و همچنین در 6 آیه فصل دوم از کتاب ایوب ما نه فقط با شخصیت و زندگی این راه مرد خدا روبرو می‌شویم، بلکه متوجه می‌شویم که خدا یکتا گاهی اجازه می‌دهد شیطان بلا و بدبختی به سر انسان‌ها بیاورد تا آدمیان را در ایمان آزمایش کند و در حقیقت آنان را به خود نزدیکتر کند. همونطور که در اینجا می‌بینیم که خدا اجازه می‌دهد شیطان بر سر ایوب بدبختی‌ها و بلا بیاره، آن هم در حالی که ایوب نه خطایی ورزیده بود و نه مرتکب گناهی شده بود. اتفاقاً خود خدا شهادت می‌دهد که ایوب کامل بود و مثل ایوب در زمین نیست. او مرد کامل و راست و خدا ترس است که از بدی اجتناب می‌کند. و دوستان عزیز، این شهادت خدا درباره ایوب زمانی به وقوع می‌پیوندد که ایوب تمام دار و ندارش را از دست داده و 10 فرزندش نیز در یک روز قتل عام میشن و او که روزی ثروتمندترین مرد مشرق زمین بود به فقیرترین و بدبختترین شخصیت در عالم تبدیل می‌گردد. اما با تمام این احوال و با تمام سختی‌هایی که نصیبش می‌شود، در ایمان ایوب کوچکترین خلایی وارد نمی‌گردد و او خدا را مثل سابق پرستش کرده و ایمان خود را کماکان حفظ می‌کند. شیطان به خداوند می‌گوید که علت این که ایوب هنوز در ایمانش محکم ایستاده و در حقیقت خللی در ایمانش وارد نشده اینه که انسان تمام کوشش خود را برای سلامتی خودش به کار میبره و ایوب که سالم و تندرسته برای همینه که در ایمانش باقی و پایدار مانده است. مسلماً اگر مریض بشه و به بلا گرفتار بگرده و یا اصطلاح عامیانه کارد به استخوان بخوره، آن وقت ایوب نیز مانند دیگر انسانها از اعتقادش رو گردان میشه و طاعت خدا ترک میکند و به گناه روی میآورد. خدا اجازه میدهد که شیطان سلامتی ایوب را نیز از او بگیرد، ولی خداوند میگوید جانش را حفظ خواهم کرد. جانش را حفظ خواهم کرد. در برنامه قبل با این سوال روبرو شدیم که چرا خدای عادل و رحمان و رحیم، خدای مهربان، خدای منصف، بی جهت بلا به سر ایوب می آورد. این از انصاف خدا به دور است که در حالی که ایوب گناهی نکرده این چنین بلاها به سرش بیاد. گفتیم که مسیر فکری بشر این آیات را اینطور نمیتونه بپذیره و اگر بپذیره نتیجه خواهد گرفت که خدا حقیقتاً بی‌انصافی در حق ایوب کرده است. همچنین در پاسخ یادآور شدم که ما نباید از مسیر فکری بشری برای علت کار خدا همیشه استفاده کنیم، زیرا متوجه می‌شویم که چه بسا خداوند اجازه می‌دهد تا سختی‌ها و مشکلات بر ما عارض بشه تا در حقیقت توجه ما را به سوی خودش معطوف کنه و ما را به خودش نزدیکتر سازه و ما نیز بتونیم با شناخت بهتر خودمون و شناخت بهتر خدا در حین تحمل سختی‌ها و جفاها به او بیشتر عشق ورزیده و در حقیقت ایمانمون رو بر اساس حقیقی و پایه‌های جاودانه بنا کنیم. و ایوب دوستان عزیز بهترین نمونه این نوع ایمان می باشد. حالا با بیان این مقدمه از شما دعوت می کنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید
آن را به فصل دوم بگشایید تا با هم آیات را مطالعه کنیم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. اگر شما هنوز تورات مقدس را در اختیار ندارید، منتها مایل هستید اون رو داشته باشید، میتونید برای ما نامه بنویسید و آن را از ما طلب کنید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجددا خدمتتون تکرار خواهیم کرد. آیه 7 و 8 و 9 از فصل دوم را براتون میخونم. دقت کنید که چه میگوید. میگوید پس شیطان از حضور خداوند بیرون رفته ایوب را از کف پا تا کله‌اش به دملهای سخت مبتلا ساخت و ایوب سفال گرفت تا خود را با آن بخراشد و ایوب در خاکستر نشسته بود. و زنش او را گفت آیا تا به حال کاملیت خود را نگاه می‌داری؟ خدا را ترک کن و بمیر. دوستان دقت کنید. شیطان سراسر وجود ایوب را از دملهای سخت پر می‌کنه و ایوب سفال می‌گیره تا خود را با آن بخراشد. آن وقت زن ایوب پیش او آمده می‌گوید آیا تا به حال کاملیت خود را نگاه می‌داری؟ خدا را ترک کن و بمیر. حضرت ایوب از هر جهت مورد آزمایش قرار می‌گیرد و هدف شیطان برای این راد مرد خدا این است که به هر طریقی که شده ایوب را از توجه به خدا، از ایمان به خدا یکتا باز داشته و او را وادار کنه که خدا را مقصر بشمارد و از او روی برگرداند. ایوب تمامی ثروت بیکرانش را از دست داده بود. پسران و دخترانش هم در همان روز نابود شده بودند و اکنون بدن جسمانی او مورد حمله اهریمن قرار می‌گیرد و سراسر بدنش دمل‌های چرکین فرو می‌گیره. ظاهر امر اینه که هیچ دلیل عقلانی برای این همه بلایا و سختی‌های ایوب نمی‌توان یافت و نمی‌توان معنی آن را هم درک کرد مگر اینکه در علتها هدف خاصی باشد، هدفی که خدا آن را بر ما مکشوف سازد. ایوب دیگر نه خانه داشت و نه زندگی و نه امید. مطابق آیه 8 دمل‌های بدنش آنقدر چرکین بود که مجبور بود با سفال‌های شکسته آنها را از بدن مریض و آلوده خود دور کند. و همچنین میگوید زیرا که در خاکستر نشسته بود که هنوز علامت ماتم داشتن برای از دست دادن فرزندان و جگرگوشه‌هایش بوده. ببینید در حالی که ماتم برای جگرگوشه‌هایش در وجود او بود و خود نیز گرفتار بدترین مرضها می شود، به طور که هیچ کسی حاضر نمی شود او را یاری بده و یا دست کمک به سوی دراز کند. در چنین حالتی ایوب انتظار داشت همسر محبوبش او را تسلی بدهد و او را در ایمانش به خدا تقویت کند. اما وقتی همسرش یعقوب را در چنین حالت بد می‌بینه، وقتی همسرش می‌بینه که وجود ایوب سراسر از چرک پر شده و دمل‌های بزرگی در اومده و ایوب در حالت بسیار رغبت انگیزی است و می‌دونه که داره می‌میره، آرزوی مرگ برای همسر خود می‌کنه و به ایوب میگه تو چرا هنوز به فکر خدایی؟ چرا هنوز دل به خدا داده‌ای؟ چرا هنوز در پاکی و تقوا می‌خوای باقی بمانی؟ چرا هنوز ترس خدا در وجودته؟ این چه خداییه که تو را به این بدبختی و 30 روز کشونیده است؟ و تو چقدر احمق هستی ای ایوب که هنوز به خدایی که این همه بلاها بی جهت به سر آورده ایمان داری. تو ای ایوب بهتر بمیری تا اینکه ایمان به چنین خدایی داشته باشی. ببینید دوستان، شیطان هدفش اینه که ایوب را از خدا برگرداند و حالا با تحریک کردن همسر ایوب امیدوار است که ایوب امید و اعتماد خود را نسبت به خدا از دست بده، حرف همسرش را گوش کنه، قبول کنه. همسرش میگه خدا را نفرین کن. هر کسی که حالت و موقعیت ایوب را میدید هرگز نمیتوانست علت آن را بفهمد، ولی روزی میرسد که ایوب متوجه میشه که تمام این بدبختی ها و سختی ها و مرض ها و غم و اندوه ها تبدیل به چیزهای نیکویی در زندگیش میشه. اما در اوایل کار و در چنین حالتی ایوب هیچ چیزی که امیدوار کننده باشد در خود نمیدید و هنوز حیران بود که چرا خدا چنین بلاهایی رو اجازه داده است به سرش بیاد. با این حال رو به همسرش که در حقیقت در حال ترک کردن او بود میگوید مثل یکی از زنان ابله داری سخن میگویی. آیا نیکویی را از خدا بیابم و بدی را نیابم؟ و در این همه ایوب به لبهای خود گناه نکرد. ایوب رو به همسرش کرده میگوید تو مثل یکی از زنان ابله داری سخن میگویی.
آیا نیکویی را از خدا بیابیم و بدی را نیابیم؟ و ایوب به لبهای خود گناه نکرد. ببینید دوستان، جواب ایوب به همسرش که خدا را متهم میکرد و از ایوب میخواست که دور خدا رو خط بکشه و او را نفرین کنه، چه جواب بسیار مهمی بود. میگوید آیا نیکویی را از خدا بیابیم و بدی را نیابیم؟ ببینید ایوب قدر شناس بود و میدانست که زندگی گذشته چقدر از شادی و صفا پر بود. او بچه‌هایش را به یاد می‌آورد که در ناز و نعمتی که داشتن زندگی می‌کردند. او به خاطر داشت که چقدر دوستان زیادی داشت. ایوب همه آنها را عطیه از جانب خدا می‌دانست. مقصود او از آیا نیکویی را از خدا بیابیم همینه که ببینید زن، خدا آن همه نیکویی و رحمت به ما نشون داد. خدا آن همه لطف و صفا به ما داد. خدا زندگی خوبی تا آن وقت به ما داده است و حالا که خدا اراده کرده همه را از ما بگیرد و این بدیها به ما بدهد، ما کی هستیم که بر علیه او قیام کنیم؟ او با اینکه میدانست یا لااقل اعتقاد داشت که آن همه بلا و این مرض وحشتناک و رقبتبار از جانب خداست، کلام میگوید که باز ایوب بر علیه خدا کفر نگفت و ایمان خود را از دست نداد و نگذاشت ناامیدی و مرض و حرفای عزیزانش در ایمانش به خدا شک و تردید را بده. از آیه 11 قصه طولانی و صحبت‌های دوستان ایوب آغاز میشه که در حقیقت آغاز کتاب ایوب نیز محسوب میشه، زیرا از اینجاست که ایوب به پیامبر صبر مسما می‌گردد. ایوب 3 دوست عزیز و صمیمی داشت که میآیند تا به او به خاطر از دست دادن فرزندانش تسلیت بگویند. ولی وقتی ایوب را در آن حالت رغبت انگیز می‌بینند، زبانشون حتی از بیان تسلی بند می‌آید. یعنی عاجز از بیان کلامی هستند، نمیتونن بپذیرن که چگونه ایوب این همه بلا و بدبختی نصیب شده است و حالا مخصوصا که تمام وجودش از سر تا پا از دمل‌های چرکین پر بود و حتی کرم زده بود، جرأت نداشتن حتی به ایوب هم نگاه کنن. ایوب را در آن حالت رغبت انگیز می‌بینند، به طوری که دیگر جرأت حرف زدن هم ندارند. این 3 دوست در حقیقت 3 طرز فکر مختلف یا 3 فلسفه متفاوت در رویارویی شدن با غم‌ها و رنج‌های بشری میباشند. و دوستان عزیز، بایستی بگم که ما باید به گفته‌ها و دلیل و منطق این 3 دوست توجه خاصی کنیم، زیرا که فلسفه هایی رو بیان میکنن که دنیای ما امروز به من و شما تعلیم میدن و چه بسا من و شما نیز پیرو یکی از این مکتب ها و یا فلسفه ها هستیم. 3 فلسفه یا مکتب انسانی، این 3 فلسفه شروع به آوردن دلیل و برهان میکنن تا به ایوب ثابت کنن که گناه کرده و باید به طریقی از اعتقادش به خدای عادل روی برگرداند و خدا را رها کند. و البته شیطان از این راه ها، یعنی از راه فلسفه های دنیوی مکتب انسانی، حمله خود را به ایمان ایوب وارد مرحله تازه می کند. به آیه 11 الی 13 توجه کنید. می‌فرماید و چون 3 دوست ایوب این همه بدی را که بر او واقع شده بود شنیدند، هر یکی از مکان خود، یعنی الفاظ تیمانی و سوفر نعماتی و بلد شوهی، روانه شدند و با یکدیگر هم داستان گردیدند که آمده ایوب را تعزیت گویند و تسلی دهند. و چون چشمان خود را از دور بلند کرده ایوب را نشناختند، پس آواز خود را بلند نموده گریستند و هر یک جامه خود را دریده خاک به سوی آسمان بر سر خود افشاندند و 7 روز و 7 شب همراه ایوب بر زمین نشستند و کسی با وی سخنی نگفت، چون که دیدند که درد او بسیار عظیم است. ببینید دوستان، 7 روز و 7 شب همراه ایوب بر زمین نشستند و کسی با ایوب سخن نگفت، چون که دیدند که درد او بسیار عظیم است. همونطور که عرض کردم، این 3 یار عزیز ایوب برای تسلیت گفتن به آنچه که به سر ایوب آمده بود می آیند. در اینجا متوجه می شویم که در اوایل این داستان این 3 رفیق در حقیقت دوستان خوب و شایسته و عزیز ایوب بودند. وقتی پیش ایوب می رسند، چهره خود ایوب آنقدر از دمنهای چرکین پر شده بود که حتی نتوانستند قیافه ایوب را تشخیص بدهند که این همان ایوب دوست صمیمیشونه.
پس به حال بدبختی ایوب شروع به گریه میکنند، ماتم میگیرند، لباس خود را پاره میکنند و خاک بر سر خود میافشانند. برای آنها غیر قابل تصور بود که ببینند آن ایوب معروف، آن ایوب خداپرست، آن ایوب مؤمن، آن ایوبی که پاک و مقدس بود، اکنون در خاکستر و در حال مردن است، آن هم به نحو بسیار رغبت انگیزی. آنقدر زشت و رغبت انگیز شده بود که غیر قابل وصف بود. آنها برای ایوب و نه برای فرزندانش، بلکه برای ایوب 1 هفته تمام ماتم میگیرند و به حال زار ایوب تأسف میخورند. میفرماید هیچ کدومشون جرأت نکردند کلامی به زبان بیاورند. چرا؟ چون در ایوب درد بسیار بسیار عظیمی را دیدند. این 3 دوست آمده بودند که ایوب را به خاطر از دست دادن فرزندانش تسلی بدهند، اما حالا نمیتوانستند حتی کلمه‌ای به زبان بیاورند. تنها طریقی که توانستند رفاقتشون رو به ایوب نشان بدن این بود که به مدت 1 هفته تمام شب و روز در همون نزدیکی ایوب بنشینند و با ایوب گریه و زاری کنند. مسلماً هر روز و هر ساعت در فکر این 3 نفر دلیل‌ها و برهان‌ها و علت‌ها می آمدن و می رفتن تا ببینن که چرا ایوب به چنین حالتی رسیده است. آنها می‌خواستند بدانند که آخه چرا این بلاها به سر ایوب آمده؟ دلیل آن چه بوده؟ پس در فکر خود با اینکه کلامی را به زبان نمی‌آورند شروع به پیدا کردن راه حل مسئله می‌کنند و علت‌ها را می‌یابند. آنها سعی می‌کنند که لااقل بفهمند که چرا خدا این همه بلا به سر ایوب آورده است. فراموش نکنید که آنها 1 هفته تمام سکوت کردند، ولی فکرشان دائما مشغول بود. این 3 نفر از فیلسوفان محل بودند و خودشون رو دانا، فهمیده و دانشمند می‌دانستند. و مثل خیلی از ماها خیال می‌کنند که راه حل برای همه چیز رو در اختیار دارند و می‌توانند جواب هر سوال و علت را بیابند. منتها لازم است که در اینجا خاطر نشان سازم که آنان 1 چیز که ایوب داشت نداشتند و آن این بود که ایوب خدا را می‌شناخت و با خدا همیشه در مشارکت بود، اما این 3 دوست او اگرچه از نظر انسانی عقل کل بودند و دارای اطلاعاتی در مورد خدا بودند، ولی بدون خدا بودند. اطلاعات زیادی در مورد خدا و صفات خدا داشتند ولی بدون خدا بودند. و دوستان عزیز، خدا فرموده است که حکمت بشری از نظر من جهالت محض است. این 3 رفیق سوالهایی رو مطرح می‌کنند، حرفایی رو می‌زنند که همه دانشمندان و همه انسان‌های امروزی نیز در چنین موقعیتی سوال کرده و آن را بیان می‌کنند. برای همین است دوستان که گفتم من و شما می‌توانیم خیلی از سوال‌هامون رو در حرفای آنان پیدا کنیم و در حقیقت بدانیم که جواب آنها چیست، زیرا این 3 نفر معرف و نمونه 3 فلسفه زندگی در عالم بشریت است. پس از 7 روز سکوت و گریه و ماتم، سرانجام این ایوب است که سکوت را میشکند و درد دل خود را برای این 3 یار عزیزش که به مدت 1 هفته تمام پیش او بودند بازگو میکند. ایوب احساس میکرد که این 3 یار به این نتیجه رسیدند که به خاطر اعمال گناه‌آلودی که او مرتکب شده است این بلاها به سرش آمده است. ایوب نمیتوانست این نوع فکرها و یا این نوع تهمت‌های دروغین را تحمل کند. او حاضر بود هر دردی را تحمل کنه، کما اینکه در حال تحمل کردن شدیدترین دردها بود، ولی نمیتوانست تهمت‌های دروغین را مخصوصاً از طرف یاران و دوستانش بپذیره و آن را تحمل کنه. پس از فصل 3 شروع به بازگو کردن حرف دلش می‌کند تا یارانش را متقاعد کند که این ثمره گناه نیست. آنچه که به سر او آمده نتیجه گناهان او نمی باشد، بلکه علت آن بر خودش هم آشکار نیست و هنوز هم خدا به او علت را بیان نکرده، جوابی از خدا نگرفته تا بتواند علت را برای خود و یارانش توضیح بدهد. ولی قبل از اینکه به صحبت ایوب در چنین حالت و موقعیت اشاره کنیم که در فصل 3 بیان شده است، اجازه می‌خواهم که به نکاتی چند که لازمه برای درک بهتر آیات خدمتتون عرض کنم اشاره کنم. دوستان، در فصل اول و 2 دیدیم که شیطان با اعمال و بلایایی که به سر ایوب می‌آورد در حقیقت شستشوی مغزی به ایوب میده
تا دلیل و حجت پیش خود بیاوره که اصلا خدای وجود نداره و اگر خدای وجود داره این خدای بی‌انصاف بوده. چرا؟ چون ایوب گناهی نکرده و خدا این همه بلا رو به سرش آورده. او ایوب را از هر چی که داشت محروم کرد و حالا او را در چنان حالتی قرار داده بود که همدمهای ایوب سگ‌ها بودند که می آمدند و چرک‌های دمل او را که روی بدنش بود می لیسیدند. مطلب دوم که باید به خاطر داشته باشیم اینه که خدا اجازه می دهد که شیطان هستی ایوب را از او بگیرد و حتی فرزندانش را هم از بین ببره و شاید درک آن نه فقط برای ایوب بلکه برای ما هم که میدونیم گناهی نکرده و ایوب در تمام عمرش ترس خدا را در قلب داشته و عادل و پاک بوده مشکل ترین چیز بود و غیر قابل قبول. زیرا بدون شک این سوال در ذهن ایوب نیز بود که خدایا آخر چرا ای خدا چرا این بلا را به سر من آوردی؟ لااقل من گناه اگر کردم، اگر این بلا را به سر من می آوردی عیبی نداشت، ولی چرا بچه‌هایم بایستی این دنیا را ترک کنند؟ سوم، به قول خیلی ها سلامتی بزرگترین نعمت است. اگر آدم بتونه از همه چیز دل بکند و یا حتی همه چیز را از دست بده ولی سلامتی را حفظ کنه، باز خود را آدم خوشبخت محسوب میدونه. اما ایوب حتی آن را هم از دست میده. اگر سلامت بود باز یک ذره امید بود که دوباره ممکنه آن چیزی رو که از دست داده دوباره به دست بیاوره، ولی حالا آنقدر مریض شده بود که هر لحظه انتظار مرگ را میکشید و آرزوی مرگ را هم داشت. چهارم، ملاحظه میکنیم که حملات اهریمنی توقف نمیکنه بلکه بیش از بیش هر روز افزوده میشه، به طوری که نه فقط ایوب هستی و سلامتی و عزیزانش را از دست میده بلکه یاران و غمخواران و عزیزان او نیز با دلیل‌ها و برهان‌های خودشون و با تهمت‌های بیجایشون نمک بر روی زخم‌های ایوب میپاشند و ایوب را بیش از بیش ناامیدتر و جریحه دارتر میسازند به این امید که او را از خدا برگردانند. پنجم، همسر او نیز که محرم و یار و غمخوارش بود ایوب را ترک میکنه. خدا ازدواج را تقدیس کرده و زن بایستی در غم و شادی و یا در دارایی و نداری، در سلامتی و مرض همیشه با همسر خود باشد و او را ترک نکند. اما ایوب از این هم محروم میشه. و حالا وقتی این همه چیزها را وقتی یکی پس از دیگه به سر ایوب میاد ملاحظه میکنیم، ایوب را میبینیم که ناامید، ضعیف و ناتوانه. ایوب را میبینیم که به این هدف میرسه که زندگیش دیگه بی ارزشه. در چنین حالتی مردن خیلی بهتر از زیستنه. او دیگر آینده‌ای در برابر خود نمیدید. حتی ذره از نور امید را در شب سیاه نمیتوانست ببیند که او را به زندگی امیدوار سازد. او خود را بیهوده و بی ارزش میپنداشت. انسان در ازای رهایی جانش چه چیزی رو میتواند بدهد؟ امروزه مردم دنیا برای به دست آوردن لذت‌های موقتی همه چیزهای پرارزششون رو فدا میکنن و سرانجام جان خود را میبازن تا دنیا را به دست بیاورن. خیال میکنن که خیلی چیزها پرارزشتر به دست آوردن ولی جان خود را باختن. دوستان، فقط خداوند است و فقط در خداوند است که جان و روان بشر به چیزهای نیکو متمثل می‌گردد و به انسان تعلق می‌گردد. عیسی مسیح در چنین موردی به ما می‌گوید شخص را چه سود دارد که تمام دنیا را ببرد ولی نفس خود را ببازد، و سپس توجه ما را معطوف به آنچه که جاودانه و ثمرات روحانی داره می‌کنه و می‌گوید که مانند آنان که به خاطر به دست آوردن لذت‌های دنیوی به هر کاری دست می‌زنند و روح خود را فنا می‌سازند نباشید، زیرا شما به مراتب پر ارزشتر از این چیزها هستید. و می‌گوید پدر آسمانی شما برای شما چیزهای بسیار عالی در نظر گرفته است. پس شما اول در پی ملکوت و اراده خدا باشید که بقیه چیزها را خداوند به شما خواهد داد. عیسی مسیح می‌خواد توجه ما را به آنچه که جاودانه است معطوف کند، که مواظب باشید در این دنیا هدف فانی نداشته باشید. چقدر جای تأسفه که امروز دنیا همه تعلیماتش اینه که ما بایستی برای چیزهای بزرگ و مهم دنیوی دل بدهیم و برای آن کوشش کنیم. دنیا ما را تعلیم و تشویق میکنه که چیکار کنیم؟ دل به چیزهای مادی دنیوی بدهیم. ولی کلام خداوند میگوید به این چیزها دل ندهید. به چیزهایی که فانی و زودگذر هستند دل خود را شاد نسازید.
در پی این چیزها نروید. مردم که از بصیرت روحانی محروم هستند در پی امیال دنیوی هستند و در پی مقام‌های دنیوی. مسیح میگوید شخص را چه سود دارد که همه دنیا را ببرد ولی روح و نفس خود را ببازد. بله دوستان عزیز، با نوع تصمیمات و نوع زندگیمان ما ممکنه روح و روانمون رو نجات بدهیم و تا ابدیت در حضور خدا و در ملکوت او باشیم و همچنین ممکنه آن رو از بین ببریم، یعنی به خاطر اموال دنیا، به خاطر خوشی‌های دنیوی حاضر باشیم خدا را از زندگی خود دور کنیم. بله دوستان عزیز، بلا، بدبختی، همه این گرفتاری‌ها نصیب ایوب میشه، به طوری که سرانجام فشار روحی دوستانش آنقدر بر او زیاده که او حتی این عقیده را که خدا خدای عادله و خدا خدای انصاف میباشه از بین میبره، رو از دست میده تقریبا، و سرانجام شروع میکنه هر چی که در دل داره به خدا میگه، از خدا انتقاد میکنه که خدایا چرا اجازه دادی این همه بلاها به سر من بیاد. ولی عجیب دوستان عزیز، باز متوجه میشیم که با تمام این وجود ایوب بر علیه خدا گناه نمیکنه و این نشون میده که ما میتونیم هر چی تو دلمونه به خدا بگیم، زیرا به هر حال خدا اونو میدونه. ایوب هر چی که در دل داره به خدا میگوید، از خدا ظاهرا ایراد میگیره ولی بر علیه خدا گناه نمیکند. همچنین در گفتارهای ایوب متوجه میشیم که زمانی نیز محبت به خدا در قلب ایوب ضعیف میشه. مردی که در فصل اول فرمود خدا داد و خدا گرفت و نام او متبارک باد، حالا در فصل 6 میگوید که تیری از کمان خدا در قلبم فرو رفته است. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.